خاطرات معجون دارم از کابل قدیم. مدیریت رسانه خواندیم. دکترای خود از اکادمی علوم تاجیکستان و پس آنها البته به دست آوردیم. درست نویسی زبان فارسی به نظرتان چقدر مهم است؟ به نظر من برای زبان فارسی که یک زبان دارای پیشینه تاریخی است و یک زبان شکوهمند است و زبان عشق است، زبان مهربانی و محبت و حماسه و اینا است. آخرین خاطره تلخ من فروش کتاب های ما بود که به عنوان فرزندان خود و رب محسوب میکردم دیگه. فرزندانی که بیش از 30 سال با ما بودن. این گوشه از زندگی یک نویسنده مطرح در جامعه ما شما هست. بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز، بینندگان محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکات. امیدوار هستم هر کجایی که هستید جور و صحتمند و تندرست باشید. به اولین برنامه پادکست مسیر از چینل یوتیوب فرازکست خوش آمدید. در برنامه نخست خود ما افتخار میزبانی یکی از شخصیت‌های برازنده، پژوهشگر، نویسنده و شاعر با خود داریم. استاد جاوید فرهاد. استاد عزیز، بسیار زیاد خوش آمدید در برنامه. سلام بر شما، درود بر دوستان عزیز و بینندگان گرامی. زنده باشید. استاد عزیز، جاوید فرهاد کیست؟ در کجا تولد شده و درس را در کجا به پایان رسانیده است؟ سپاس. خب کیستی خود آدم را بسیار دشوار است که آدم بگوید که کیست، چون من فردیه که باید آدم را تعریف بکنه یا توجیه بکنه، تبیین بکنه سخت است. ولی به هر حال بر بنیاد اون روال طبیعی که هر کس در مورد زندگی خود معلومات ارائه میکنه، خدمت شما عرض بکنم که من در سال 1348 هجری خورشیدی در شهر کهنه کابل در ناحیه به نام تشنگ که دوستان عزیزی که از کابل قدیم باشن آشنایی دارن. استاد عزیز، بله، اونجا زاده شدیم و بعد همونطور که شما میدانین سالهای پسش و شمال افغانستان و استان بغلان زندگی کردیم، شهر پلخمری، و خاطرات معجون دارم از کابل قدیم و همچنان استان پلخمری، شهرهای دیگی شمال افغانستان مثل کندوز باستان، مثل بلخ بامی که و سمنگان. بسیار خوب استاد عزیز، در مورد تحصیلاتتان؟ بله، من خب تا صنف 12 در لیسه پلخمری درس خواندیم، چند سال در کابل، و پس از اون دوره ثانوی رو به پلخمری پایان رساندیم. بعد شامل دانشگاه شدیم، دانشگاه فردوسی مشهد، و بعد هم یک دوره کارشناسی ارشد در بخش مدیریت رسانه خواندیم. البته دوره لیسانس را زبان و ادب فارسی خواندیم، زبان و ادبیات فارسی، و پس از دوره کارشناسی ارشد که در بخش مدیریت رسانه و ویراستاری متن بیشتر رسانه‌ای بود، و دکترای خود از اکادمی علوم تاجیکستان و پس آنها البته به دست آوردم. همین است مسائل آموزشی. استاد عزیز، شما را بیشتر مردم من حیث یک منتقد ادبی میشناسند و بیشتر کارهایتان در حوزه درست نویسی بوده. درست نویسی زبان فارسی به نظرتان چقدر مهم است؟ هر زبان به طور طبیعی برای پالایش و پیرایش نیاز به در واقع ویرایش داره و ویرایش کمک میکنه که ما برای بهترسازی زبان یا در واقع تحولاتی که
در حوزه زبانی شکل میگیره او را انجام بدیم. به نظر من بر زبان فارسی که یک زبان دارای پیشینی تاریخی است و یک زبان شکوهمند است و زبان عشق است، زبان مهربانی و محبت و حماسه و اینا است، بسیار ضروری پنداشته میشه که ما باید هر مرحله و تحولاتی که در حوزه گویش، یعنی در حوزه گفتار و در حوزه نوشتار به وجود میاد، گام به گام به مراتبی که در حوزه ویرایش مطرح است ارج بگذاریم و اون را عملی بسازیم. استاد عزیز، ما متوجه شدیم که شما حتی برای بعضی معلمان، آموزگاران هم سمینارهای در حوزه درست نویسی برگزار میکنید. شما گفته میتونین که درست نویسی که این سمینارها را برای معلمین برگزار میکنید، آیا مشکل در سیستم درسی و تحصیلی کشور هست یا پیچیدگی دامنه گسترده زبان فارسی است که حتی بعضی اوقات نخبه ها و اهل فن هم بعضی واژه ها و لغات را درست نوشته کرده نمیتونن؟ والا همونطور که شما اشاره کردین این مشکل دو سویه است. اول نظم معروف میخوانم که خشت گرنه حت معمار کش تا سریا میره و دیوار کج. متاسفانه یا شوربختانه بگوییم که در افغانستان و بیشتر در حوزه کلانتر حوزه زبان فارسی از زبان به عنوان یک مقوله مفاهمه که صرفا در حد افهام و تفهیم کاربرد میافته توجیه وجود داره. درست است که زبان یک پدیده اجتماعی است و اولین مؤلفش به نظر زبان شناسان ایجاد رابطه یا رسانگی است، ولی به هر حال زبان بالاتر از مفاهیم افهام و تفهیم، همان‌گونه که در تعریف رسانگیش آمده، ایجاد اندیشه میکنه و به تولید اندیشه میپردازه. ساده خدمت شما عرض میکنم که اگر کسی زبانش درست نباشه اندیشش درست نیست. معنایش این است که شما اگر هر گونه اندیشه نخبه یا نابره که در ذهن داشته باشین، اگر ابزارش که زبان است، زبانتون برای بیان از او درست نباشه، بنابراین یک گوشه از کار میلنگه. در کنار از این نصاب آموزشی که ما داشتیم از گذشته تا به امروز، با توجه به تحول‌هایی که در حوزه زبان‌های گفتار و نوشتار به وجود آمده، اون تحول‌ها را پیگیری نکرده و زبان را به عنوان یک مقوله باستانی و یک مقوله افهامی و تفهیمی که تنها جنبه تولید اندیشش مد نظر نگرفته پنداشته شده. حالا شما ساده ترین تعریفی که از زبان هر کس میشنوین و یک تعریف بومی و عامیانه و عوام زده است، همین است که خب زبان یک وسیله ارتباط اجتماعی است، مهم نیست شما میتونین که هر گونه صحبت بکنین، ولی مهمی است که شما بتونین پیام را انتقال بدین. درست، من میگم که اگر وقتی میخوایم پیام را انتقال بدیم، ابزار برای رسانش درست زبان چی است؟ یا برای رسانش درست تولید اندیشه چی است؟ بستر زبان است. زبان شما که درست نباشه در حوزه گفتار و نوشتار، خب بیشتر نوشتار که شما میدونین ماندگار باقی میمونه. من فکر میکنم که این دشواری رفته رفته به یک بحران کلان مبدل شده و مبدل میشه که ما امروز در حوزه زبان و گفتار و نوشتار دچار این دشواری ها هستیم. استاد عزیز، در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم بعضی از نخبه ها هم حتی در نوشتن کلمات هم‌آوا، مثلا گذار یا گذشته، برگزار کردن یا سرمایه گذاری، بجای زال زیر نوشته میکنه یا بجای زیر زال نوشته میکنه. دیدگاه شما در این مورد چی است؟ این دشواری برمیگرده به همان ظرافت‌های کاربردی در زبان. منظورم از ظرافت‌های کاربردی در زبان چی است؟ شما میفهمین که همونطور که پیشتر گفتم، زبان تنها فراگیری توتیوار یا فراگیری مثلا فوتوکاپی یا روبرداری از مفاهمه عمومی نیست. زبان ظرافت‌ها داره. او ظرافت‌ها همی است که شما در برخی حالات کلمه های همانند را که باش مواجه میشین
مبتنی بر نوع نگاه معنایی که در ذات کلمه وجود داره و او در نوشتار ثابت میشه. باید تفکیک بکنیم که مثلا اینجا سیاست گذار و معنی زی باید باشه یا با معنای زال باید باشه و از اینجا باید ریشه یابی بشه که گذار بزال و گذار بزی چی معنا. درست؟ یک گذار بزال که شما میدانید به معنای بنیاد نهادن است یا بنیان گذاشتن چیز است یا پایه گذاری است. این معمولا به ظلمه، مثل سیاست گذار. درست؟ یعنی کسی که سیاست را در یک حوزه شکل میده و پایه گذاری میکنه. یک سیاست گذار بزی وقتی که شما ببینید که هر سیاست گذار است. بزی اینجا به معنای انجام دهنده یا عملی کننده سیاست است. درست؟ یا نمازگزار. اگر شما ایر بزال نوشته کنید به معنای ازی است که نمازگزار بزال نوشته کنید به معنای کسی است که نماز را ترک کرده. درست؟ یا جا گذاشته. درست؟ و یک نمازگزار بزی است که اینجا به معنای این زی به معنای عملی کننده است. نمازگزار یعنی کسی که نماز را ادا میکنه یا نماز را برجا می آورد یا عملی نماز را انجام میده. اینها ظرافت‌های معنایی در کاربرد زبان است که بیشتر در واژه‌هایی که هم‌آوا در زبان هستند و از نظر تلفظ جناس‌های لفظی با هم ایجاد میکنن. ما باید به اون نکته‌ها توجه و به اون ظرفیت‌ها توجه بیشتر بکنیم. خب البته توقع از عوام چنین چیزی نیست، ولی نخبگان ما دست کم که شما پیشتر گفتین امروز در رسانه‌های اجتماعی می‌بینیم که دچار این کجی‌ها و مجی‌ها میشن. ولی باور من این است که همان گونه که زبان یک پدیده پویا است به تدریج و با آهستگی رفته رفته به این نقطه های ظریف هم دوستان ما آگاه میشن و ما در راستا بیشتر کار میکنیم و توجه بیشتر به این است که بتونیم ما با اون ظرافت هایی که زبان فارسی داره با او دستیابی پیدا بکنیم و یگانه وسیله که یا بستری که میتونه برای ما برفیرن میسر است و یک مسیر خوب میته برای انجام کارها رخنامه یا فیسبوک است و در کنار از این البته پایگاه های اینترنتی مختلفی که وجود داره که ما در اون زمینه می نویسم. استاد عزیز، یک پرسش دیگر که ما همیشه در فضای مجازی میبینیم برخی از نویسنده ها در متونشان تنوین را حذف میکنن، مثلا اکیدن، جدن، شمالن، شرقن، بجای تنوین نون نوشته میکنن. آیا این یک نوع عرب ستیزی و یا به تعبیر نوگرایی تجدد در زبان فارسی در شکل نوشتاریش به کار بردن میره؟ بسیار پرسش کلیدی رو مطرح کردین و سپاسگزار هستم که پرسش انجام دادین، برای اینکه من خودم هم از شمار کسایی هستم که بجای همون نون تنوین عربی نون رایج و کشیده که در زبان فارسی وجود داره به کار بردیم در افغانستان و اگر دچار فضل فروشی نشم شاید یکی از بدعتگزاران در این عرصه ما باشم. من دلیل بر این مسئله دارم یا برهان دارم بر این مسئله. تنها بود عرب ستیزی یا تازی ستیزی مسئله مطرح نیست. یعنی من از دید از این که مثلا هر واژه‌ای که عربی باشه ساختارش عربی باشه با اون موافقت نداشته باشم چون این پنداشت ازبون نادرست است. برای اینکه شما میبینید زبان در تعامل اجتماعی با هم و در بازارهای داد و ستد زبانی چی در گفتار و چی در نوشتار تأثیرات میگیره و تأثیرات میتونه. این روند تأثیردهی و تأثیرگذاری و تأثیرگیری یک روند دو سویه است. یعنی من زیاد تابع اون رویکرد سرنویسی که در حوزه زبان میگن نیستم، به دلیل اینکه همان گونه که نژاد سره وجود نداره در جهان زبان سره هم وجود نداره، چون زبان یک قاعده یا هنجار بین روابط اجتماعی میان انسان ها است و کشورها است و ملت ها است و فرهنگ ها است. وقتی که این داد و ستد فرهنگی که در حوزه زبان شکل میگیره وجود داره بی‌تردید تأثیرهای میه، ولی زبانهایی که میتونن برابرهای هنجارمند در حوزه زبان را داشته باشن بهتر است از کلمه هایی که دخیل است ما همون برابرهای هنجارمند
در برابرش به کار ببریم. همونطور که شما گفتین مسئله تنوین هم همین گونه است که اول که نوشتن خود دو همزه با آن که تنوین عربی است و ماهیت عربی داره در زبان فارسی و نه در متن‌های عربی. چون بحث ما اگر این گونه باشه که ما میخوایم تنوین را حذف بکنیم و نون رایج بنویسیم و در متون عربی همین کار کنیم، خب این بحث بسیار جاهای باریک کشانده میشه. چون شما میدونید که زبان قرآن هم زبان عربی است و در اونجا تنوین به عنوان یک اصل در الفبای عربی مطرح است. این گونه نیست که گاه دوستان ما دچار نوع توهم زدگی میشن در برداشتشان و تصور میکنن که ما بحث ما این است که حتی متون عربی باید اصلاح شود. نه، چون این چیز نیست. من میگم در متن‌های عربی رایج است که ما همون انجارهای زبان عربی را رعایت بکنیم. برخی دوستان باز برهان میارن که خب این کلمه هم عربی است و در زبان فارسی دخیل آمده. درست است. تمام زبان‌ها شما از لحاظ قاعده یا هنجارهای زبانی که بخورین واژه‌های دخیل را بر بنیاد اندام‌های صوتی و آوایی و همچنان بر بنیاد رویکردهای نگارشی که دارن تا جای تغییر میتن، حتی تغییر معنایی به وجود میآید. مثلا من ساده براتون مثال میتونم. واژه پیل واژه فارسی است، درست؟ همه ما آگاهی داریم. شما در متن‌های عربی این فیل میخوانید. چرا؟ به دلیل از اینکه 4 حرفی که در زبان پارسی است، پی است، ژ است، چ است و گاف است، در الفبای عربی وجود نداره. عرب ها بر بنیاد نداشتن همان حرف پیل رو فیل تلفظ میکنن و اصحاب فیل یا سوره اصحاب فیل شما میدانید و مثل از این واژه های دیگره. واژه نرگس واژه پارسی است، درست؟ عرب ها چون گاف ندارن نرگس نرجس تلفظ میکنن. مثل از این واژه های دیگه است. آبریز که ابریق است، درست؟ یعنی ریشش ابریق آبریز است، او را امروز ابریق تلفظ میکنن و می نویسن. یعنی این قاعده ها در تمام زبان ها رایج است. در زبان فارسی برای از اینکه ما بتانیم یک رویکرد ساده سازی در نگارش را رایج بسازیم، پیشنهاد است. البته این هم تحمیلی نیست که حتما دوستانی که تنوین عربی می نویسن با تنوین عربی حروف را می نویسن حتما اشتباه میکنن. نه، این یک پیشنهاد است برای اینکه ما ساده تر بسازیم. به جای واژه های دفعتن، اقلا، اکثرا، وقتن، فوقتن که البته میگن که البته برابرهای فارسیش هم وجود داره، گاه ناگاه وجود داره، بهتر است اون رو به کار بریم. مثلا بهتر است با همون نون کشیده نوشته شود. یک پیشنهاد دیگه هم است که استاد سمیع گیلانی پیشنهاد را داده و دکتر حسن انوری هم او در فرهنگ درست نویسی سخن استناد کرده از او که بجای از این که مثلا تنوین عربی بنویسیم یا برخی دوستانی که نون کشیده را بجای تنوین عربی دوست ندارن، بهتر است بجای مثلا بگوییم بگونه مثال. یک پیشنهاد است البته و مثلا بجای حتما همون حتمی را به کار ببریم و حتما به کار نبریم با همون روی کرده تنوین عربی. این هم یک گزینه دیگر است. ولی ساده ترش چی است؟ ساده ترش شما ببینین به دست یک کودک شما قلم بگیرین نوشته کنید، کودک یک صنف 3-4 باشه، اون با اون هنجارهای زبان عربی آشنا نیست. مثلا بر از او بگوین که نوشته کو، مثلا اون نوشته میکنه که میم، صاد، لام، نون. ساده تر از برش. مثلا برش بگوین که نوشته کو حتما، اون نوشته میکنه ه، ت، میم، نون و اون دو زبر را پیدا کردن نمیتونه، اول او قاعده ها را نمیفهمه. یا مثلا برش بگوین که نوشته کنین موسی، او الف مقصوره را نمیتونه بفهمه که کاربردش در زبان عربی چگونه است و به تبعیت یا به پیروی از زبان عرب باید او را هم با مو الف مقصوره نوشته کنه، مثل که در گذشته نوشته میکردن. او نوشته میکنه که میم، واو، سین، الف با مو الف کشیده، موسی میخوانش. با همونطور بگین عیسی همین گونه مینویسش. مشتبا در غیر از او رو میخوانه مشتبی، موسی، عیسی، درست؟ تا که بلد میشه. پس ببینید که این یک نوعی از روی کرده ساده سازی در نگارش است. به معنای بدعت نیست، این ریشه کلمه را بر نمیداره، هیچ اشتباه پنداشته نمیشه از نظر من. ولی یکی مسئله است که ما عادت کردیم. مثلا بسیاری دوستان عادت کردن
حالا برایشان سخت است که همیشه مثلا تنوین عربی به کار بردن، مثلا با نون کشیده پس واژه عربی رو نوشته کنن. اونا فکر میکنن که ممکن است کودتایی در برابر نگارش زبانی شده باشه که چون این پنداشت نادرست است و از بیخ و بنیاد به نظر من برهان موجه نیست و برهان موجه را بر نمیتابه. بهتر است که ما در نگارشات این مسئله را مد نظر داشته باشیم و به نظر من با تحول هایی که در حوزه نگارش و در حوزه گفتار به وجود میاد همگام و همخوان باشیم و زبان را ببریم به طرف همون سرشت طبیعیه که او را نزدیک میسازه به رویکردهای ساده نگاری. البته ساده نگاری به معنای عوام زدگی نیست. یک بحث وجود داره بین ساده نگاری و عوام زدگی. یک ساده نویسی است یا ساده گویی است، یکی بغرنج گویی است یا پیچیده گویی است، یکی مثلا عوام زدگی در نگارش و در گفتار است. منظور من چنین چیزی نیست. منظور من از سادگی ژرف است. شما ساده حرف بزنین اما ژرف حرف بزنین. اما هر قدر شما پیچیده حرف بزنین و عوامانه حرف بزنین، یعنی محتوای درونی واژگان یا و بستر زبانی را که به کار میبرین او عمیق نباشه، من فکر نمی کنم که بتونه تاثیر وارد بکنه. به هر حال تشکر استاد. پس از یک برنامه کوتاه دوباره برمیگردیم. دوباره خوش آمدید هموطنان عزیز. استاد گرامی، اگر برگردیم به زندگی خصوصی شاعران و نویسندگان، سالانه ما شاهد هستیم که صدها نفر حتی هزاران نفر در سرتاسر کشور از دانشکده تحت عنوان زبان و ادبیات فارغ می شوند. زمانی که مدرک می گیرند و به زندگی که باید جای استقدام شوند، اینا بیکار، بیروزگار یا که ترک میکنن میرن به یک شغل دیگر رو میآورن. کسی کراچی روانی میکنه، کسی دکانداری میکنه، اینا اصلا جذب نمیشوند. دیدگاه شما در این مورد چی است استاد؟ من باور می است که از گذشته های دور تا اکنون با ادبیات، با زبان و در کل به مقوله های فرهنگی با عنوان یک اصلی که میتونه تغییر بیاره و پایه‌گذاری بکنه تفکر و اندیشه نو را نگریسته نشده در افغانستان و بسیار دست کم گرفته شده. همونطوری که در صحبت‌های نخست گفتم اشاره کردم در مورد تعبیر عمومی از زبان که تنها یک مقوله افهامی میدانند. این یک دشواری بزرگ است که شما به او اشاره کردین. دلیلش است که من همونطور که گفتم که ادبیات، زبان و مقوله های وابسته به فرهنگ در افغانستان روز به روز با توجه به بحران های متعددی که گریبانگیر وضعیت عمومی شده دست کم گرفته میشه، چون باور عمومی است که ادبیات نان نمیاره و نانآور نیست و چیزی که نانآور نباشه نیاز نیست که او را فرا گرفت و نیاز نیست که به او توجه کرد. در حالی که این اندیشه از ریشه نادرست است. شما میدونین که در تمام کشورهایی که پیشرفته هستند اول انقلاب فرهنگی صورت گرفته. از دوره رنسانس گرفته شما آغاز بکنین تا تحول‌های مختلف که در کشورهای گوناگون غربی با وجود آمده و همچنان در شرق شما وقتی که تحول‌های را نگاه میکنین تاریخ تحولات مختلفه همزمان با و گاهی بیشتر تا از انقلاب‌ها و کودتاهای سیاسی، انقلاب‌ها و کودتاهای فرهنگی یا به نحو خب کودتا شاید تعبیر درست نباشه، انقلاب و دگرگونی فرهنگی پدید آمده و این دگرگونی فرهنگی بستر را فراهم کرده برای تغییرهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و تغییرهای مختلف که در حوزه مناسبات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی به میان آمده. یعنی شما اگر در یک جامعه با فرهنگ
مردم را آشنایی نتین یا مردم به اون فرهنگ آشنایی نداشته باشن که تحول را بپذیره. چگونه شما یک تحول را میارین؟ یعنی میخوایم ساده تر بگوییم که بستر نخست تمام تحول های سیاسی فرهنگ است. فرهنگ در واقع زمینه ساز است برای پذیرش تحول عمومی در جامعه. اما در افغانستان شوربختانه همیشه همه دنبال تغییر سیاسی بودن بدون اینکه درک درستی از تغییر فرهنگی وجود داشته باشه. به همون دلیل است که امروز شما میبینید که نسل‌های فرهنگی که یا نسل‌هایی که بیشتر آموزه های فرهنگی را فرا گرفتن در جامعه‌ای که فرهنگ ستیزی وجود داره از دانشگاه فارغ میشن، از دانشکده ها بیرون میشن یا از جاهای مکانهای آموزشی بیرون میشن و از اینا جایی برای کار نیست و در واقع ادبیات به تعبیر عموم و فرهنگ به تعبیر عام نانآور نیست. به همین دلیل است که اینا رجوع میکنن به کارهای خلاف حرفه خود و این سبب گسترش فقر فزاینده یا ناداری گسترده در جامعه میشه و به همون دلیل است که دلزدگی به بار میاره. امروز شما میدونین بیشتر نویسندگان، بیشتر دانش آموختگان حوزه ادبیات و فرهنگ با نوع دلزدگی در برابر او یافته هایی که داشتن برخورد میکنن. دلیلش است که امروز فکر عمومی و برداشت عمومی در برابر مقوله فرهنگ یک مقوله همزاد با نان پیدا کردن یا نانآوری نیست. به همون دلیل است که ما دانشکده ها داریم ولی در دانشکده ها میرن تحصیل میکنن. وقتی که دانشجو بیرون میشه در حوزه خبرنگاری، ادبیات، مثلا حتی حقوق و علوم سیاسی که بسیار کاربردش بیشتر است و بسیار مخاطب بیشتر داره، وقتی که اینا بیرون میشن جدا از این که زمینه کار بر از اینا فراهم نمیشه و نمیتونه این نظام ها جذب کنه این افراد را به دلیل نداشتن مثلا بست یا همو به اصطلاح موضوعاتی که خودشان دارن یا تشکیل، اینا همهشون بیچاره سرخورده باقی میمونن و ناگزیر میشن برن به کارهای بسیار شاقه تن بتن و امیر رفته رفته توجه عمومی را به فرهنگ، ادبیات و در کل روند آموزشی کمرنگ میسازه. استاد عزیز، شما گفتین ادبیات نان نمی آورد. شما من حیث یک نویسنده خرج و مصارف روزگار و زندگیتان را از کجا میکنید؟ ببینین اول که همینطور که برای شما گفتم در افغانستان این گونه نیست که مثلا مثل کشورهای پیشرفته جهان واره نویسنده به عنوان فرد حرفه‌ای از فراورده های فکری که داره یا تولید اندیشه که داره دستمزد به وجود بیاره. در واقع یک نوع مشت زدن به تاریکی است شوربختانه. شاید شما بگین که من شاید بسیار مایوس هستم این گپ میزنم، بله بی تردید ما نمیخوایم که مایوسی خود از زیاد عامل بسازم برای از اینکه دوستان دیگری که در حوزه نگارش و نوشتن و سرایش شعر علاقمند هستند اونا دلزده شدن، ولی واقعیت همین است که ما خودم به عنوان یک نویسنده و یک شاعر و کسی که در همین زمینه بیش از 3 دهه است، یعنی 30 سال کار کرده، با مایوس هستم و با مصیبت های کلان روبرو بودیم، ولی یک شوق یا دلبستگی فردی به این مسئله داشتیم. ما هیچ جایی از ادبیات نان نخوردیم و شما میدانید که ما در کنار فراگیری ادبیات در بخش رسانه تجربه هایی داشتیم، آموزه هایی داشتیم و اگر ما کاری هم کردیم در بخش رسانه بوده. این دستمزد از طریق حرفه کار خبرنگاری، ویراستاری و این مسائل بوده. خب استاد عزیز، شما مثلا چنین حرفه داشتین در پهلوی نویسندگی، دیگران چی خواهد کردن؟ من میخوایم بگم که دیگران که دسترسی به حرفه خبرنگاری ندارن یا مواردی که در بخش رسانه است، اونا ناگزیر هستن و شما میبینید که امروز میرن تن به کارهایی میتن که
بسیار بسیار دردآور است و این درد عمومی است، درد فردی من نیست، درد تنها یک نویسنده یک شاعر نیست. در افغانستان کسی که در این وضعیت کنونی زندگی میکنه با بسیار مصیبت های کلان دست و گریبان است و از جانب دیگه شرم و حیای حضوری که سبب میشه اونا نمیتونن مثلا درد خود که آنچنان لازم است بیان بکنن. به همون دلیل است که سرخوردگی ها بیشتر میشه، روانپریشی ها افزوده‌تر میشه و آدم های بیمار و مریض مبدل میشن که درد خود با چند تا کلمه بیان میکنن و این چند تا کلمه نه شکم گرسنی از ناره سیر میسازه و نه از کودکشان. استاد عزیز، شما من حیث یک بچه کابل و همچنان من حیث یک نویسنده آیا کدام خانه شخصی دارین؟ خیر، ما شور وقتانه از کابلی های هستم که خانه ندارم و در خانه کرایی زندگی میکنم و جالبی است که سوال عجیبی کردین که یکی از شبها امی خاطره خانه نداشتن و کرایه نشینی سبب شد که در ذهن آمد که اگر قرار باشه که روز و روزگار پس از مرگ ما این جامعه به یک رشد تعالی فرهنگی برسه و قرار باشه از ما یادبود شوه، خب از نویسندگان دیگری که در کشورهای بیرون از افغانستان هستن، البته منظورم خارجی ها هستن، خانهشان به عنوان موزیم یا آرشیف یا بایگانی دوره هایی که در تولید اندیشه حضور داشتن یا نقش داشتن با عنوان یک موزیم یا موزه نگهداری میشه. اگر قرار باشه که در افغانستان چنین اتفاق در مورد ما و نویسندگان مشابه ما که حتی سقف شخصی برای سپری کردن یک شب نداشتن، این خانه های کرایی عمرشان گذاشته، کدام خانه کرایی موزیم خواهد شد؟ چرا ما به چندین خانه از این خانه به اون خانه به دوش بودیم؟ خب البته اینها درد فردی نیست، درد جمعی است. بسیاری از نویسندگان، بسیاری از به ویژه کابلیان که نمیگم صاحب اصلی چون پایتخت اصلا همه است، ولی همین زادگاهشان بوده، در همین زادگاه خود بیخانه هستند، یعنی در خانه خود بیخانه هستند و به ترتیب دیگه که با دشواری های بیخانگی، بیروزگاری، فقر گسترده که دامنگیر همه است و نویسنده ها هم شاعرها هم فرهنگی ها هم از او جدا نیستن، شب روز را میگذارنیم و ببینیم. استاد، از کدام کوچه کابل خاطرات بیش از حد دارین؟ والا از بی‌تردید همه ما شما از زادگاه خود خاطره هایی داریم. برای ما درختشنگ، شوربازار و خرابات، کوچه خرابات و آهنگری، سنگ تراشی، سراجی، یعنی بیشتر نقطه های شهر کونه کابل یا کوچه علی رضا خان، اینا خاطره های من دارم از او و خاطره هایی که آمیخته با دردها، خوشی ها و این که یک نوع حافظه تاریخی ما را پیوند میزنه به او خاطرات. خاطرهای مختلف است که بی‌تردید از آوازخوان‌ها تا شاعرها تا نویسنده تا همسایه های نیک تا مردمان کاکا و آزاده و سرشار که جز محبت و مهربانی در سفره خود نداشتن در ذهن خود دارم. استاد، تلخترین خاطره زندگیتان را بگویید. تلخترین خاطره زندگی بیخانگی و بیروزگاری، همین دوتا که بسیار بسیار دردآور است بر ما و سومیشه که کتاب های برای چاپ همه ما شما داریم، شما هم ما هم و همه ما، ولی از بخت بد فرصت برای به دلیل نداشتن هزینه فرصت برای چاپ از اینا و
آخرین خاطره تلخ ما که فروش کتاب های ما بود که به عنوان فرزندان خود و او را محسوب میکردم دیگه. فرزندانی که بیش از 30 سال با ما بودن. برحال میگم آزرده دل آزرده کنه انجمن را. تشکر. این گوشه از زندگی یک نویسنده مطرح در جامعه ما شما هست. استاد عزیز، از مسلکتان پشیمان هستید؟ خب یک مقوله معروف است که مسلک آدم عشق است و از عشق هیچ کسی پشیمان نیست. به تردید برای راهیابی به آستان عشق دردها، فرازها و فرودهای را آدم در زندگی تجربه میکنه. خب پشیمان نیستم، ولی هیچگاه به فرزندانم به عنوان کسی که تجربه مثبت یا تجربه بسیار نیک داشته باشم از کار فرهنگی گوشزد نمی کنم. اونا هم مثل ما در لای انبار از کاغذ ها زندگی بکنن و بیشتر خیالاتشون در با وقت های زندگی گره نخوره. اونا بیشتر برشون گفتیم و دلبستگیشون هم بیشتر این طرف است که آدم های با فرهنگ باشن، ولی زیاد عاشق فرهنگ نی، زیاد دلبسته به فرهنگ نی. خب در اون حد متعادلش آدم هایی باشن که نه بسیار بد فرهنگ یا بی فرهنگ پنداشته شوند و نه بسیار با فرهنگ که خود قربانی مشت از کاغذ هایی کنن که در این جامعه کسی رو به دو پول نمیخره. دردآور است استاد عزیز، واقعا. خاطرات تلخ مرا هم استاد به یاد ما آوردن، دردار شعور دادن. استاد عزیز، تقریبا کم بیش یک و نیم سال میشه ما ببینیم شما بیکار هستین. این خرج مصارف را از کجا میکنن استاد؟ والا خرج مصارف، یک مقدار مصارف ما از ویراستاری کتاب ها به دست میارم در خانه، ولی او هزینه نیست که مثلا به طور دوامدار باشه. گاهی هم دست به دامن دوستان میشیم و سخنهای میشنیم خوب و بد و خب حرف بر سر این است که همون شعر حضرت ابوالمانی بیدل است که ترک آرزو کردم رنج هستی آسان شد. خب اونا مردان بزرگ بودن، به تردید که پشت پا به همه آرزوهای نفسانی و مادی در زندگی زده بودن تا به اون عظمت و بزرگی رسیده بودن. ولی به هر حال منی که و ماهایی که در امروز زندگی میکنیم و دشواری های فراوان فرارای ما هسته، بی تردید گاهی هم دست به دامان کمک از دوستان میشیم. خب تعداد دوستان جوان مردانه لطف در حق ما کردن که همیشه ممنونشان هستیم. ولی به هر حال تمام دلوری ما به عنوان یک آدم فرهنگی که چند دهه کار کردیم ای است که آخر ما که میشه ای پول خانه، برق و مسائل عمده دیگه که هست که بر نیاز اولیه زندگی است از کجا و چگونه باید پیدا شود. یعنی تمام دلهوری ما در زندگی امی است. حالا شما یکی از روزا یکی از دوستا یک نقد نوشته کرده بود، گفته بود که بسیاری از شاعران و نویسندگان ما نمیتونن به تولید اندیشه آنچنان که لازم است بپردازن. ما پاسخش نوشته کردم که در جامعه که محور
همه اندیشه بر نان خلاصه شود، من فکر نمی کنم که ما بتونیم فرصتی برای پردازش جان پیدا بکنیم. یعنی همو قول فروغ فرخزاد است که میگه نان نیروی شگفت رسالت را مغلوب کرده بود و اینجا نان نیروی شگفت انسانی را مغلوب کرده. حالا شما وقتی که تمام فکرتان در یک جغرافیا برای پیدا کردن لقمه نان و کرایه خانه و مشکلات مختلف دیگه که در زندگی دامنگیر همه ما هست بر اون محور بچرخه، تولید اندیشه که بتونه تغییر را ایجاد بکنه، بتونه یک نوع تکامل را از نظر فکری در جامعه ایجاد بکنه، بسیار محال است. درست است که خیزش یا خاستگاه اندیشه های متعالی ناهنجاری ها بوده، من به این باورمند هستم، ولی هر انسان نیاز داره برای تولید اندیشه خود که یک بستر نسبتاً آرام داشته باشه تا بتواند صدای خود، درک خود، دریافت خود، ترجمه خود، نوشته خود با یک ذهن آرام پردازش بده. متاسفانه در افغانستان همه طور یک وضعیت است و این تنها در حوزه فرهنگ نیست. شما در حوزه فناوری هم ببینید، در حوزه علمی هم ببینید، در حوزه مسائل شخصی هم و فردی هم ببینید این پریشانی وجود داره. ولی به هر حال باور ما این است که روزی و روزگار دست از غیب برون آید و کاری بکند. استاد عزیز، قصه ها خیلی شیرین است. شما اکثرا در نوشته هایتان از کاکه ها، جوان مردایی که در گذشته بودن، اونا رو موشگافی میکنین. مثلا چند جا خواندم که در داستان ها جوان مرد قصاب، پیروی بجیده کی بود، مثلا از این قبیل شخصیت ها. این داستان ها، این روایت ها را از کجا میکنن استاد عزیز؟ سپاس. برخی از روایت ها را چشم دیده خودم است، برخی دیگه از این ما پدر زنده یاد ما که حالا خداوند رحمتشان بکنه، یکی از مردمان آزاده و خب کاکه دوست بیشتر و همخوان و همتراز با کاکه های شهر کابل بود و در کنارش مرد بسیار فهیم و از دوستان شایق جمال و صوفی غلام نبی اشقری، غلام سرور دهقان، یونس حیران و همین جمعی که در اون سالها در دهه 40 و 30 و 40 در افغانستان از نخبگان و فرهنگیان بودن. بیشتر کاکه ها را پدرم معرفی کرده با همون خصوصیت و ویژگی هایی که داشتن و همون سبب دلگرمی من شده از کودکی روایت ها را برای ما یاد دهانی کرده و بعد در ذهن من جاگزین شده. برخی از کاکه هایی را که مثلا در دهه 60 خودم دیدیم، اونا چشم دیدهای خودم است که کم پردازش دادیمش و برای جذابیتش نوشتیم که اون البته یک مقدار قابل خواندن شود برای مخاطبان. این یک نوع گرایش چی بوده؟ البته بیشتر سلیقه‌ای و به اصطلاح عام شوقی و این مسئله. و نکته مهمی است که درست است که در دوران مدرن و در دنیای امروز شاید این ارزش ها دیگه با عنوان ارزش های بسیار محوری پنداشته نشه چون نگاه ها نسبت به این مسئله عوض شده. ولی ما میخوایم بگوییم که جوانمردی و کاکگی در هر زمانه، در هر مکانه، در هر فضای، به ویژه در فضای امروز که دنیا بسیار به طرف گرایش های ماشینی در حرکت است، یا در واقع ساده تر بگیم به قول دکتر شریعتی ماشین زده شده جوامع، این ارزش ها میتونه ما را با اون سرچشمه های اصیل اخلاقی که ما در گذشته داشتیم پیوند بزنه. مثلا پاس نمک داشتن، مثلا کمک و مهربانی در برابر دیگران، مثلا قدرت بخشایش، اینا ویژگی های کاکه ها بودن. کاکه ها تنها اینا نبودن که مثلا اونا
یک مقدار پول مصرف میکردن. مثلا کاکاها مردمان با عزت بودن، با ناموس بودن، با شخصیت بودن، آگاه بودن، فرهنگی بودن، فرهنگ دوست بودن و نماد از جوانمردی و شجاعت و دلیری در روزگار خود بودن. این گونه نیست. حالا یک توجیه نادرسته با توجه به بحران هایی که در افغانستان وجود داشته از کاکگی و مردانگی و جوانمردی وجود داره. هر کی آدم کشت، هر کی مثلا دزدی کرد، هر کی به اصطلاح پاچی خود برزد، اون کاکاست. کاکاهای قدیم این گونه نبودن. کاکاها مردمان با ناموس، با شخصیت، مردمان با همتی بودن که دست مظلوم ها را می گرفتن، کمک می کردن به همسایه های خود، به دوستای خود، به آبرانی که حتی نمیشناختند، به مسافران، به مردمان مظلوم. و در واقع سپر مطمئن بودن در برابر بی‌عدالتی، استبداد و زورگویی که امروز متاسفانه ما از او آدم ها شاید به شمار انگشتان دست داشته باشیم. بله استاد عزیز، یکی خب بخش فنون نویسندگی است. قدرت نویسنده است که چطور خواننده را جذب بکنه و اجازه نمیده که سر بلند بکنه. این ویژگی های خود شماست. اما داستان از همین کاکه ها که یکی از آنها خود شما را متاثر ساخته باشه، که غرق شده باشین در داستانش و پایین بدانین که کی بود، جذاب شده باشه براتون، کی بود استاد عزیز؟ خدمت شما عرض بکنم که ما یکی از کاکاها رو داشتیم در قطغن زمین به نام توره. این توره داستان بسیار شگفت و عجیبی داشت. در آهنگ های فولکلور هم بله بسیار اشاره قشنگ کردین که زندیات، البته خداوند عمرشان داشته باشه، آقای امونی که حالا بیمار هستن و خداوند متعال شفا برشون میخوایم، و همچنان هنرمندای شمال افغانستان بیشتر آهنگ توره را میخواندن. و توره از خدمت شما عرض شود که یکی از قهرمانان بسیار شجاع و دلیر و سرسپرده بوده در قطغن زمین و در توابع طالقان امروزی زندگی میکرده. و این مرد روایت های از جوانمردی هایش مردم قصه میکنن و عمده‌ترین ویژگی که داشته همی بوده که این در برابر حاکمیت هایی که از مردم به زور هشت و مالیه گزاف میگرفتن ایستادگی کرد. بعد از این به عنوان یاغی شمرده شد و کسی که مثلا تن نمیداد به زورگویی، مهرهای عجیبی یا در واقع بعضی برچسبای عجیبی زدن به عنوان دزد و به نام دزد سرگردنه و به عنوان کسی که چپاولگر است، در حالی که تو نبود. یعنی چهره واقعی از او که مردم قصه میکنن، روایت هایی که از او میکنن، این مردی بوده که بیشتر برای مردم فقیر و مظلوم و افرادی که مورد اهانت قرار می گرفتن، مورد ظلم قرار می گرفتن، از حق از اونا دفاع میکرد. و بعد سرانجام ایره به اصطلاح امان روزگار در دم توپ بستن و در توپ پراندن. و شما روایت معروف را که خواندین یا ترانه معروف را که تورجان تورچی یوسف دنبورچی توپ اول صدا کرد، توره خدا را یاد کرد، توپ دوم صدا کرد، توره را در هوا کرد. همینطور این که قصه بسیار جالب داره و این ترانه ها را پس از به توپ بستن یا به اصطلاح آن وقت چنواری کردن توره زبان زده عام شده و این در واقع بانوان ساختن مرسی در رسای مرگ توره. داستان زندگی توره را که ما نوشتیم با توجه به همون نکاتی که چهره از او را برجسته می سازه، این داستان بسیار اثرگذار بود. یا همین روایت داستانی، خب داستان به معنای خود عنصر داستان نمیگم، همین روایت داستانی از زندگی توره
بسیار تاثیرگذار بود و حتی باور کنین که من وقتی را می نوشتم یعنی چند بار گریستیم دوباره خانی کردیم میره و بسیار دوستان عزیز ما هم مخاطبان گرامی ما بسیار از او چی کردن استقبال کردن. استاد عزیز در مورد کتاب هایتان اگر برای بینندگان ما معلومات بتین چند اثر دارین؟ در کدام حوزه بیشتر کار کردین؟ 8 مجموعه شعر چاپ شده دارم و در بخش ترجمه ها هم کار کردیم، یعنی زبان اردو ترجمه کردیم شعر و داستان های از شاعران و نویسندگان هندوستان و در حوزه بیدلشانسی هم کارهایی دارم. دو کتاب چیزهای از دل جلد اولش چاپ شد اول و بعد پس آنها جلد دومش هم چاپ شد، چیزهای از دل درباره بیدل. و مجموعه مقالات داشتم که سالها پیش منتشر شده، گرماسنج کوچک در ایوان بزرگ فرهنگ که زنده یاد استاد واصف باختری عنوانش گذاشته. دیگه در خدمت شما عرض بکنم که در حوزه نقد شعر شاعران امروز در افغانستان هم یک مجموعه از ما منتشر شده. در زمینه درست نویسی کتاب آخر ما منتشر شد و در مورد پژوهش‌های در مورد اسماعیلی روایت از افسانه تا واقعیت این منتشر شد. خدمت شما عرض بکنم دیگه حال کتابی که زیر دست دارم روش‌های نویسندگی است که او در واقع آموزه هایی است که ما از طریق رخنامه هم منتشر کردیم برای نویسندگان جوان، یعنی از مقدمه، یعنی از آغاز تا پایان که ما چطور میتونیم فن و هنر نویسندگی و با توجه به روش‌هایی که وجود داره فرا بگیریم و او در واقع هدف ما از او کتابی است که نویسندگان جوان زمینه و ترغیب زمینه برشون پیدا شود و ترغیب شوند بر از که بتونن در آینده نویسندگان انشالله موفق باشن. مجموعه شعر هم داشتید؟ بله 8 مجموعه شعر از ما چاپ شده. بله استاد عزیز، اگر تمام این کتاب ها را جمع بکنیم به یک پیام، او پیامتان چه خواهد بود؟ والا پیام ما این است که برای نویسنده های جوان و شاعرای جوان ما 3 مسئله میخوایم برشون بگیم. اول بخوانن، دوم حس کنن، سوم بنویسن. این 3 کلید اساسی است برای تولید و پردازش اندیشه. خواندن کمکشون میکنه که همیشه بروز باشن و آگهی های بروز داشته باشن. حس کردن این است که همه زندگی را با تمام فراز و فرودهایش در درون خود حس بکنن. تا چیزی را شما حس نکنین او را بازتاب داده نمیتونین. چیزی که حسی نباشه و احساساتی باشه، احساسات با حسی بودن بسیار تفاوت داره. نویسندگان و شاعران جوان باید بیشتر حس بکنن تا احساساتی شوند، بیشتر حسی اندیشی را تجربه کنن تا احساساتی زدگی را یا احساساتی شدن را. و مرحله سوم هم مرحله است که بنویسن و همطور که شما میدانین تولید اندیشه آمیزی از کوشش و جوشش است. یعنی هم شما جوشش برای آفرینش داشته باشید و هم کوشش برای خوانش. این دوتا در واقع کمک میکنه که نویسندگان و شاعران ما با گام‌های فراختر و بازتر در حوزه تولید اندیشه گام بردارن و راه‌های موفقیت آمیز را بپیمایند. بسیار زیاد تشکر استاد عزیز. حرف و سخنها خیلی شیرین است ولی وقت برنامه به پایان رسیده. ناگزیر هستیم خداحافظی بکنیم با بینندگان عزیز. بینندگان عزیز، این بود برنامه نخست پادکست مسیر با جناب استاد جاوید فرهاد. تا برنامه بعدی، بدرود.